دوستان و همراهان عزیز سلام. امروز با طرز تهیه کوکو سیب زمینی که خودم درست میکنم در خدمتتون هستم. کوکو سیب زمینی که من درست میکنم 3 تا سیب زمینی متوسط رو آب پز کردم. بعد که با چنگال تست میکنم که کامل پخته باشه پوستشون رو میگیرم و 1 عدد پیاز رو میریزم تو میکسر خرد میکنم. البته میکسر نداشته باشین میتونین از رنده کمک بگیرین. بعد از اینکه پیازم رو کاملا خرد کردم اجازه میدم کامل خرد بشه تو میکسر. بعد که خرد شد میام بهش سیب زمینی هایی که پخته شده بود رو اضافه میکنم. درش رو میبندم و دوباره میکسرم رو روشن میکنم. میگم شما میتونید این کار رو با رنده انجام بدین، مشکلی نیست. بعد از اینکه سیب و پیازم با هم مخلوط شدن تخم مرغ بهش اضافه میکنم. من 4 تا تخم مرغ اضافه کردم. البته باز این قسمت هم سلیقه‌ای هست، شما میتونید 5 تا تخم مرغ اضافه کنید. تخم مرغ رو به سیب زمینی و پیازم اضافه میکنم. من میکسر رو روشن میکنم و اجازه میدم که با هم مخلوط بشه. ببینین کاملا مخلوط شد. حالا ادویه‌هامو اضافه میکنم. من ادویه نمک زدم، فلفل، پاپریکا، زنجبیل و دارچین. اینا همه سلیقه‌ای هست، شما میتونید زنجبیل و دارچین رو اضافه نکنید یا اگه دوست داشته باشین اضافه کنید. بعد اونا رو هم که میریزم به موادم اضافه میکنم و اجازه میدم که با هم مخلوط بشن. سبزی خشک مثل تلخون میتونین بریزین تو موادتون اگه دوست داشته باشین. خب میبینین که کاملا مخلوط شد. بعد که موادم دیگه آماده هسته مایتابه‌مو رو گاز میذارم، زیرش روشن میکنم و روغن میریزم. مقدار روغنم باز دوباره سلیقه‌ای هست. من از 2 تا ملاقه استفاده میکنم. ببینید 1 ملاقه میریزم. وقتی میبینم خب مقدارش کم هسته ملاقه بعدی رو اضافه میکنم. اجازه میدم کاملا روغنم داغ بشه. وقتی که روغن داغ شد مواد کوکو رو با قاشق توی روغن داغ میریزم. البته یه قالبایی هستن که میتونید به واسطه اونا مواد کوکو رو به مایتابه اضافه کنید. من از قاشق استفاده کردم. وقتی که کاملا یه طرف مواد سرخ شد اونا رو با یک کفگیر برگردوندم و اجازه میدم طرف بعدشونم کاملا سرخ بشه. همینجور که میبینید با سس تزیین کردم و با ترشی سیر و ماست غذای خوشمزه و لذیذ رو سرو کردم. این غذا خیلی سریع آماده میشه. امیدوارم درست کنید، بخورید و لذت ببرید. نوش جان. سابسکرایب و لایک فراموش نشه.